سلام گیمرهای عزیز، بهنام هستم. این اولین ویدیوی منه در خصوص آنباکسینگ کردن نسخه های ویژه بازی PS3. شاید هم اولین ویدیوی ایرانی باشه، نمیدونم. خب قرار نبود همچین اتفاقی بیفته، ولی خب چند تا دوستان پیشنهاد دادن و منم قرار شد که ویدیو آنباکسینگ بذارم از بازیام. اولین نسخه‌ای که امروز براتون در نظر گرفتم که یکی از زیباترین بازی‌هایی است که تو زندگیم انجام دادم و مطمئنم برای خیلی از شما هم همینطوره. بازی بایوشاک 2 هست، نسخه اسپشیال ادیشن، قیمت 70 یورو و هنوزم تعداد خیلی کمی ازش موجود هستش. یکی از ادیشن های بسیار مورد علاقه من هست. سازنده شرکت توکا گیمز، یکی از استودیوهای بسیار محبوب من، و همینطور که نمای پشت جعبه رو میبینید، چیزی که قراره دریافت بکنیم یک آرت بوک بسیار زیبا و شکیل و با کیفیت بسیار عالی، حدود 170 صفحه روغنی، عکس‌های بسیار زیبا و رنگی از شخصیت‌های بازی، فضای بازی، جعبه با آرم پروانه‌ای شکل روش که بسیار زیبا هستش، 3 تا پوستر از اندرو رایان و شهر رپچر، CD آهنگ‌های بازی، خود بازی و صفحه از همه ارزشمندتر، صفحه آهنگ‌های نواخته شده توسط ارکستر سمفونی هستش که توسط شرکت در اون جعبه قرار داده شده. البته برای گوش دادنش احتیاج به گرامافون دارید، ولی خب یک یادگاری بسیار ارزشمند هستش برای طرفداران بایوشاک. همون آهنگ‌هایی که در فضای دیوانه‌وار بازی همراه با صدای اندرو رایان به گوش میرسن. اوکی، میریم با هم بازش کنیم. البته من بازیامو تمام پلو میخرم و این خب طبیعتا قبلا باز شده، چون همچین برنامه‌ای برای ساختن ویدیو نداشتم، ولی خب از این به بعد سعی میکنم که ادیشنایی که خریداری میکنم در آینده همراه با شما بازشون کنم. خب با حد اکثر احتیاط ممکن، چون من بسیار با دقت نگهداری میکنم بازیمو. اوکی، این همون جعبه بسیار خوشگل هستش که با اگر بتونید ببینید، چون تمام این پروانه با جای کف دست کوچیک ساخته شده و در نور میدرخشه. البته من اینجا مشکل نور دارم و خب ویدیو آماتور دیگه، ببخشید. این جعبه هست. حالا ببینیم توش چی داریم. کیفیت به کار برده شده درجه 1، بسیار عالیه و مثل بعضی از شرکت‌های دیگه هیچ گونه خسیس بازی به کار نبردن. میگم یه یادگاری بسیار خوبه و با اینکه بعدش ادیشن‌های زیادی اومده از بازی PS، این همچنان یکی از با کیفیت ترین ادیشن‌هایی که من دیدم و یکی از ارزشمندترینش. I am Rapture is me، جمله معروف اندرو رایان، من رپچرم و رپچر منه. این همون صفحه گرامافونیه که گفتم بهتون. دو طرف داره، ساید A و ساید B و آهنگ‌هایی که اسامیش روش نوشته شده. طبیعتا احتیاج به گرامافون هست، ولی خب یک یادگاری بسیار ارزشمند هست. شاید هم یه روز بتونم گوشش بدم، نمیدونم. اوکی، مرحله بعدی دیگه چیزی که داریم آرت بوک رسمی بازی، جلد بسیار محکم، کیفیت بسیار عالی، حدود 170 صفحه، عکس های شخصیت های بازی، موجودات جهش یافته ژنتیکی و ترسناک و خب چیزایی که خودتون میدونید تو بازی وجود داشت، صفحه روغنی و تمام تصاویر و صفحه ها رنگی هستش. اندرو رایان و تمام موجوداتی که میبینید در فضای بازی وجود داشتن. با جزئیات بسیار بالا همه شرح داده شده، بعضی از صفحات توضیحاتش داده شده. همونطور که میبینید که چه اتفاقایی افتاده که به این صورت در اومدن، اسم این شخصیت ها، سرگذشتشون، محیط های بازی، این هم که خواهر کوچولوی خودمونه، و در آخر بازی هم سلاحایی که توی بازی به شما داده میشه با جزئیات بسیار بالا طراحی شده. فکر میکنید انگار که مثلا تو عالم واقعیت هم همچین سلاحایی وجود داره.
تمام اسامی خاص خودشونو دارن، تک تک جزئیاتشون گفته شده، چجوری ساخته شدن، با چه جنسی هستن، چه کارایی دارن. و این هم از آرت بوک. یک نسخه از خود بازی اصلی که خب من اینو میخوام پلم نگرش دارم، بازش نمیکنم برای یادگاری. البته یه نسخه دیگه ازش دارم و اونو بازی کردم. این هم سی دی آهنگ های بازی هستش که البته آهنگ هایی که توی این سی دی هست با آهنگ هایی که توی صفحه گرامافون هست فرق میکنن، ولی خب خالی از لطف نیست. و در نهایت هم 3 تا پوستر داریم که جنس کاغذ به کار گذاشته شده و این پوسترها حال و هوای قدیمی داره، یعنی تقریبا حال و هوای بازی و همینطور رنگامیزی این پوسترها همون حال و هوای بازی رو به شما منتقل میکنه و از عمد این کار صورت گرفته که شما رو ببره به حال و هوای بازی و همون پوسترهایی که مثل همون پوسترهایی که تو محیط بازی هم شما میتونید ببینید. من رو رایان و آمال و آرزوهایی که برای ساختن یه رپچر بسیار مدرن داشت. پوستر بعدی و در نهایت باز هم خود اندرو رایان. اوکی دوستای عزیز گیمر، و این هم نمای جعبه هست، یک جنس جیر مانند داره، بسیار با کیفیت هستش. این اولین ویدیو من، ازتون خواهش میکنم نظرات خودتون رو بگید، انتقاد کنید. کیفیت تصویر اگه پایین بود ببخشید، کیفیت صدا و نور اگه بد بود ببخشید. امیدوارم ساپورت بشه این حرکت تا بازم این انگیزه رو داشته باشم که ویدیوهای بیشتری رو براتون آماده بکنم. ممنون میشم که نظر و انتقاد خودتون رو به من بگید و اگر خوشتون اومد ویدیو من رو شیر و لایک کنید. ممنونم.